سفارت تاجیکستان در مسکو رسما تصدیق کرد که بورسان شرکت یاندکس که روز 14 دکامبر در مسکو از گردنش کرد خورد متاسفانه در حقیقت شهروند تاجیکستان بوده است. بنا به اطلاع سفارت او خیراندیش خدای نظروف نام داشته حالا در شعبه رانیماسیای بیمارستان کلینیکی به نام اینازیمتف بستری کرده شده است. خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان گفت کارمندان سفارت با مقامات حفظ حقوق مسکو و طبیبان بیمارستان از نزدیک در تماس هستند، ولی به خاطر خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از افشای جزئیات قضیه در حال حاضر خودداری میکنند. سفارت جریان بررسی قضیه را پیگیری خواهد کرد تا که تفتیشات به طور فراگیر و عادلانه انجام شود. تاکید کرده از خدمات مطبوعات سفارت تاجیکستان یادآور میشویم یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان را که در شرکت یاندکس باعث بورسان کار میکرد در شهر مسکو در ایستگاه اتوبوس ریازانسکی پراسپکت از گردنش کرد زدند. حملگر 40 سال داشته از ولایت کیمیرو در حالت حمله به جوان تاجیک مستل و یقیل بوده است. او را دستگیر کردند.